حکم کسانی که دعوا میکنند که سبب عقب مانی مسلمانان به سبب پایبند بودنشان بدینشان است. سوال: بعضی از ضعیف ایمانان چنین دعوا میکنند که سبب عقب مانی مسلمانان همین است که آنها بدینشان پایبندند. شبهه آنها با گفته خود آنها این است که غرب وقتی که تمام دین و مذهب ها را ترک کردند و آزاد شده اند به این همه پیشرفت تمدنی رسیدند. اما ما با آنچه که به دینمان پایبندیم به آنها تابع و دنبال رفته شده ایم، نه راهنما و نه پیشوا. جواب این تهمت ها چیست؟ و شاید شبهه اشان را بیشتر کنند با آنچه که در غرب باران های زیاد، زراعت و سبزوات هم بیشتر شده است و میگویند که این دلیل به درستی راه آنها نشان میدهد. جواب: الحمدلله. ما میگیم این سوال از یک سوال دهنده ضعیف الایمان یا حتی به ایمان آمده است که تاریخ را نشناخته است و نمیدوند و سببهای پیروزی را هم نمیفهمد. شاید شیخ مقصدش خودی سوال دهنده نباشد، بلکه آن کسانی باشند که این گونه دعواهای کافرانه را پیش میآورند و همچنین کسی که چنین میگوید نه تنها ضعیف الایمان بلکه کافر است، کفر آشکار. الله پناه دهد. زیرا وقتی که امت اسلامی در ابتدای اسلام به دینش محکم می داشتند و رعایت میکردند، دین را برای آنها عزت بود و تمکین، قدرت و غلبه و نفوذ در همه جنبه های زندگی بود. حتی بعضی ها میگویند غرب همه آنچه که از علم دست آورده اند از مسلمانان در آغاز اسلام آموخته اند، اما امت اسلامی دیرتر از دینشان دور شدند. بدعت های در عقیده، در سخن و عمل وارد کردند که اصلا از دین نبود و همین باعث شد که خیلی عقب مانده اند و خیلی باز مانده اند و ما با اطمینان کامل میدونیم و به الله متعال گواهی میدهیم که اگر ما به آنچه که گذشتگانمان در دین بودن بازگردیم، باز همان عزت، کرامت و شرف و برتری بر همه مردم را به دست می آوریم. از همین سبب بود که وقتی ابو سفیان به هرقل پادشاه روم که در آن زمان یک قدرت بزرگ بود از حالت پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به یارانش خبر داد، او هرقل گفت یکن ما تقول فیه حقا، اگر آنچه که تو میگویی راست باشد فانه نبی، به درستی که او پیامبر است، ولا یبلغن ملکه ما تحت قدمی، و سلطنت او حتما تا زیر پایهای من خواهد رسید، یعنی همه دیار را زیر تصرف خود خواهد کرد. وقتی که ابو سفیان با همراهانش از نزد هرقل پادشاه روم بیرون شدند، ابو سفیان گفت کار پیسری ابو کبشه یعنی پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم بزرگتر شد، حتی پادشاه بنی اصفر یعنی روم از او میترسد. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کردند و در اینجا سخن ابو سفیان پیسر ابو کبشه یک لقب تحقیرآمیزی بود که کافران با پیامبر صلی الله علیه و سلم میدادند و او را با نام پدری شیردهنده اش نسبت میدادند. الله آنهایی را که تحقیر میکردند هلاک بسازد. اما آنچه که از کشورهای غربی بدین از پیشرفت در صناعت، در فناوری و غیره با وجود آمده است، دین از این پیشرفتی ها من نمی کند اگر ما با آن اهمیت بدهیم. اما متاسفانه هم دین را تلف دادیم و هم دنیا را تلف دادیم، در حالی که دین اسلام بر ضد این گونه پیشرفت نیست، بلکه الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و اعد لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، برای مقابله دشمنان هر قدر قوت و اسب‌های جنگی که میتوانید آماده کنید تا با آن دشمنان الله بجنگید آماده بسازید تا آنها را بترسونید. سوره انفال آیه 60. و نیز می‌فرماید هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اوست پروردگار که زمین را برای شما مطیع ساخت، فرمان بردار کرد، پس در کنارهای آن راه روید در بالای زمین و از رزق او بخورید و بازگشت حقیقی به سوی او. سوره ملک آیه 15. و نیز فرمود و فی الارض قطع متجاورات، در زمین پارچه هایی است که با هم نزدیکند اما گوناگونند. سوره رعد آیه 4 و غیر از آیات هایی که روشن به انسان می‌فرمایند که زحمت کشد
کار کند، بهره گیرد، ولی نه با قیمت ترک دین، نه با قیمت ترک دین. این قوم‌های کافر اصلا در اصل کافر بودند. دینی که به آنها نسبت می‌دهند خود باطل بود. پس بین باطل و الحادشون فرقی نیست. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. هر کی غیر از دین اسلام دین دیگری را بپذیرد و قبول نماید، از او پذیرفته و قبول کرده نمی‌شود. سوره آل عمران آیه 85. گرچند که اهل کتاب از یهود و نصارا بعضی خصوصیت‌ها دارند که آنها را از دیگران جدا می‌کنند، اما در برابر آخرت آنها با دیگران برابرند. از همین سبب پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کس از این امت، یعنی آنهایی که در دوران منند، اگر یهودی یا که نصرانی باشد، دعوت من به او رسد ولی از آنچه که من به او گفتم آورده ام نپذیرفت، از اهل دوزخ قرار میگیرد. روایت مسلم از حدیث ابی هریره. پس آنها اصلا کافر هستند، خواه خود را با یهودیت نسبت بدهند یا با نصرانیت، فرقی ندارد. اما آنچه که با آنها از نعمت‌های دنیا میرسد، باران یا دیگر نعمت‌هایی که به آنها میرسد، اینها در اصل یک امتحان است، یک ابتلا است از طرف پروردگار به آنها. نعمت‌های الهی بر آنها در این دنیا بیشک داده می‌شود، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمر ابن خطاب گفتند وقتی که عمر دید که شاخه تخت در بدن پیامبر صلی الله علیه و آله آثار گذاشته است، پس عمر گریه کرد و گفت: ای رسول الله، فارس و روم در نعمت‌ها و نیکویی‌ها زندگی می‌کنند، ولی شما در چنین حالت هستید. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیاة دنیا. آنها قوم‌های هستند که نعمت‌های خوب و نیکو برای آنها عجله شده است، پیشگیری شده است، پیشبینی شده است، داده شده است. باز علاوه بر این، بسری آنها خوشسالی، مصیبت‌ها، زلزله‌ها، طوفان‌های ویران کننده می‌آید و این معلوم است که همیشه توسط رادیوها، روزنامه‌ها و غیره پهن می‌شود. اما این سوال کننده کور است. الله سبحانه و تعالی بصیرتش را، دیدش را از حقیقت کور کرده است. به همین خاطر واقعیت را نمی‌بیند و حقیقت مسئله‌ها را نمی‌داند. و نصیحت من بر او این است که پیش از آن که مرگ ناگهانی به سراغت بیاید، به نزد الله سبحانه و تعالی توبه کن، از چنین اندیشه‌ها و سوی پروردگارت بازگرد و بدون که برای ما هیچ عزت و کرامت و برتری و حکمرانی به دست نمی‌آید مگر با بازگشت راستین به سوی دین اسلام، بازگشتی که با سخن و عمل تصدیق می‌شود و بدون که راه آن کافران باطل است، حق نیست و جای آخرت بر آنها دوزخ است، چنانکه الله سبحانه و تعالی در کتاب خود با پیامبر الله صلی الله علیه و بیان کردند. و بداند که این نعمت‌هایی که الله سبحانه و تعالی بر آنها داده است فقط امتحان و ابتلا است برای آنها، تا یک وقت معین که بمیرند و از این نعمت‌ها به دوزخ روند، حسرت و دردشان بیشتر شود. و این در حکمت الله سبحانه و تعالی است که آنها را با این نعمت‌ها ارزانی کرده است و ببخشاند. هرچند چنانکه گفتم آنها از آفت‌های طبیعی، زلزله، خشکسالی، طوفان، سیل، باران و غیره خلاصی نمی‌یابند. پس من از پروردگار برای این سوال دهنده هدایت توفیق می‌خواهم و می‌خواهم که او را به سوی حق برگرداند و همه ما را در دین ما بصیرت ببخشد، زیرا او سخاوتمند و کریم است. حمد و ثنا مخصوص پروردگار عالمیان است و درود و سلام بر محمد صلی الله علیه و سلم و عائله و یاران اصحابش باد. شیخ ابن العثیمین. الفاظ و مفاهیم در ترازوی شریعت، صحیفه‌های 4 و 9. Free audio post production by alphonic.com